بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي طهر قلوبنا وعقولنا من الزيغ والشبهات، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی، در هر کجایی که هستید و در این لحظات تصاویر ما را دارید مشاهده می کنید، خدمت یکایک شما عزیزان و سروران عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که صحت و سلامتی و شادکامی همیشه قرین حال شما عزیزان و بزرگواران باشد. خوشحالیم که باز هم فرصت دست داد تا با برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه محضر شما عزیزان و بزرگواران باشیم. در این برنامه باز هم مهمان تقریبا دائمی برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح با ما هستند تا باز هم به چند شبهه از شبهات که در اذهان تداعی می کند جواب بدیم. جناب استاد گرامی، من خدمت شما از طرف خودم و بیننده های عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم و امید است در هر جایی که هستند و هستیم در پناه حضرت ایزد متعال سبحانه و تعالی قرار داشته باشین. در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سلامت باشیم استاد گرامی. باز خوشحال هستیم که شما را در استودیوی برنامه خودتان البته میبینیم. خب بینندگان عزیز و گرامی، اگر به یاد داشته باشید طی چند برنامه گذشته از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه بحث را پیرامون پاسخ به شبهاتی که در رابطه و زن در اذهان تداعی می کند آغاز نمودیم و در دو برنامه گذشته به شبهه میراث و شبهه تعدد زوجات و همچنین فلسفه و حکمت تعدد زوجات رسول الله صلی الله علیه و سلم به تفصیل صحبت شد و قرار بود که در جلسه گذشته پیرامون شبهاتی که در ارتباط به ناقص بودن عقل و دین زن مطرح شده هم صحبت شد، اما به نسبت ضیقی وقت نتونستیم که در برنامه گذشته پیرامون چند شبهه صحبت بکنیم. اما در این برنامه انشاءالله پیرامون این که چرا اسلام در دین اسلامی یا در حدیث آمده است که زنان ناقصات عقل و دین هستند و همچنین اینکه چرا شهادت یک مرد برابر به دو زن است یا دو زن برابر به یک مرد است و همچنین پیرامون اینکه چرا اختیار طلاق به دست مرد هاست و چرا زنها اختیار طلاق را ندارند. پیرامون این موضوعات انشاءالله صحبت خواهیم کرد و دوستان و عزیزان که مایل هستند با ما در موضوعات این برنامه نظریاتشان را ابراز بدارند و همچنین شبهاتی که در اذهانشان تداعی میکنه اون را با ما شریک بسازند، میتونن از طریق
فیسبوک برنامه که زیرنویس میشه و همچنین از طریق اینستاگرام شبکه و واتساپ شبکه شبهات و مطالبشان را با ما در جریان بگذارند. خب همون گونه که قبلا در برنامه‌های گذشته هم بارها یادآور شدیم، امروز دشمنان اسلام و مخالفین، کسانی که با اسلام سر مخالفت دارند و کسانی که متاسفانه در نتیجه عدم آگاهی درست از دینشان برخی شبهات را مطرح میکنن. اکثر این شبهات در باب زن و حقوق زن و اینکه اسلام چرا حقوق زن را نادیده گرفته است مطرح میکنن. جناب استاد گرامی، استاد عبدالرحمن فاتح، فکر کنم که وقتی رسیده که ما مستقیما داخل بحث شویم. ما در حدیث صحیحی که در صحیح امام مسلم، البته صحیح ترین کتب حدیث بعد از بخاری است، در این حدیثی داریم که در بخش حدیث آمده که این حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که ما میشه به بخش از او اشاره بکنم که میگه و ما لنا یا رسول الله اکثر اهل النار قال تكثرن اللعن و تکفرن العشیر. نقطه استشهاد و استدلال ما اینجاست که و ما رأیت من ناقصات عقل و دین اغلب لذی لب منکن قالت یا رسول الله و ما نقصان العقل الى آخره. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث تقریبا میگن که یعنی ناقصتر از شما در عقل و دین من کسی را ندیدم. یعنی در کل مفهوم و برداشتی که در میان مردم وجود داره است که اسلام زن را ناقص عقل و دین خطاب کرده. چرا میگن با وجودی که دائم شعار ای که اسلام بوده که به زن اهمیت قائل شده، اسلام بوده که به زن ارزش داده، اسلام وقت آمد زن را از او جایگاه پستی که داشت، از او جایگاه یعنی غیر انسانی که در دوران جاهلیت داشت، از او نجات داد و به طرف خوشبختی و سعادت او را کشاند. اما در اینجا باز میبینیم که حدیث زنها را ناقصات عقل و دین خطاب میکنه. ابتدا ما میخوایم که بدانیم که صحت حدیث تا چه حد است. جزاکم الله خیر. جناب استاد اجازه بدین قبل از اینکه به متن حدیث یا به سند حدیث بپردازین یک مقدمه را شروع بکنم. بفرمایید جناب. وان اینکه ما شک نداریم و حقیقتیه و الحمدلله در چندین برنامه ثابت کردیم که اسلام تنها دینیه که حقیقتا برای زن بهترین حق قرار داده و در این شکی وجود نداره. حالا کسی بیای آفتاب با این بزرگی با 2 انگشت ناپدید بکنه، از چشم خود ناپدید میشه، ولی دیگه انسان ها میبینن. دیگه انسان ها با عظمت و بزرگی که آفتاب داره او را میبینن. شاید این نفر به هر حال اون را بپوشانه. این یک حقیقته. این یک. ثانیاً در اسلام و در قرآن آیات و احادیثی آمده که نیاز به فهم داره. نیاز به فهم داره که ما آن را درست بفهمیم. خب و توصیه چی نیاز به فهم داره جناب استاد؟ حدیث است. برخی میگن همین حدیث کسی که به زبان عربی مسلط باشه و زبان عربی را بفهمه. امروز احادیث همش ترجمه شدگی است به زبانهای مختلف و هر کس از درک و فهم حدیث فکر کنم در حد فهم و درک خودش دیگه عاجز نیست، میفهمه. بله. قبل از این که به این پاسخ شما بپردازم اجازه بدین که متن حدیث صحیح هست، اما من میخوام که این سوال شما را با سوال دیگر جواب بدم. جناب استاد، من از شما میپرسم، آیه قرآن هست خداوند متعال در سوره مبارکه نساء میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة. شما از این آیه چی برداشت میکنید؟
خب از یه برداشت واضح است که ولا تقربوا الصلاة به نماز نزدیک نشین. خلاص اگر این نکته را من منظورم از فهم حدیث و آیه اینه که اگر ما این نکته را بگیرین ولا تقربوا الصلاة به نماز نزدیک نشین، چی برداشت میکنین؟ که به نماز نزدیک نشین مطلقی است که نماز نخوانین. نماز نخوانین. آیا این برداشت درسته؟ نه، بدون شک برداشت درست نیست. کسی که از قرآن آگاه بخش باشه دوم آیت یا جزء دوم آیت ما بیش از 70 آیه در قرآن عظیم الشأن آمده که دلالت بر فرضیت نماز میکنه. دلالت نه، صراحتا الله متعال سبحانه و تعالی میگه نماز فرضه، نماز بخوانید، امر میکنه، دستور میده. خب اگر کسی بیه بگه که خداوند در قرآن گفته، بله شما گفتین که خداوند متعال در قرآن گفته که نماز فرضه، ولی این آیه چی جواب میدین که الله میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، شما نماز نخوانید؟ اگر قرار باشه که بر برداشت، منظورم از برداشت این بود، ما چون در آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکلی داریم که وقتی میخواین از یک آیه از یک حدیث برداشت بکنین، اولین راهش اینه که ما اول و آخرش رو بخوانیم. یعنی از ابتدای حدیث تا انتهایش باید بخوانین. اگر این نکته را بگیرین، مثل که مثلا در این حدیث آمده که زنها را ناقص عقل گفته، شخص میه برداشت میکنه میگه که اسلام گفته زنها ناقص عقلن و ناقص عقل هم در فرهنگ‌های مختلفی که حالا ضد اسلام معرفی میکنن که یعنی احمق، بیشعور و آنچه که به زبان خودشان آمده و در فرهنگ‌ها آن را تفسیر کردن، مخالف عقل آمده. بله، آنچه که مخالف نص صریح حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده. خب اگر قرار باشه که ما برداشت بکنین به محض اینکه یک کلمه ای را شنیدین بیایم زود قضاوت بکنین که بله در قرآن این گونه آمده، همون آیه یا در حدیث رسول الله این گونه آمده، در اسلام این گونه آمده، همون آیه سوره مبارکه نساء الله متعال خودش تشریح میکنه در بعد آیه، میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی شما مستین به نماز نزدیک نشین. نگفته ولا تقربوا الصلاة. اینجا عدم نزدیکی به نماز مقید به چه کردن و حالت مستی که این در مراحل بود که هنوز شراب حرام نشده بود، که بعدا آیات دیگری آمد به صورت صریح، آیات آمد و این موضوع را نسخ کرد، حکمش را نسخ کرد. حتی متاسفانه نقطه که شما اشاره کردین نسخ کرد. امروز برخی ها را میبینیم که از طریق رسانه های مختلف با برنامه هایی که در اختیارشان گذاشته شده میاین بسیار ساده اینجا شاید این هم تفسیر کنن ولا تقربوا انتم سکارا، در حال مستی اینجا. بله، میگه وقتی میخواستی نماز بخونی شراب نخور، بعد میتونی شراب بخوری. خب این هم برمیگرده به برداشت غلطی که دارن اینها از دین و برداشت غلطی که از قرآن دارن. یک گوشه را میخوانن، گوشه دیگر را نمیخوانن. یه جای دیگری مثلا به عنوان مثال به واضح تر بشه، الله متعال میگه فویل للمصلین. شما چی میگین؟ وای بر نمازگزاران. چرا وای بر نمازگزاران باشه؟ بعد الله متعال میگه الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسایی که از نمازهای خود غافلن، نماز نمیخوانند، یک وقتی میخونه یک وقتی نمیخونه، ترک میکنه نماز، غافل از نمازه. اینها را الله متعال میگه اگر قرار باشه این آیه یک آیه مستقله، فویل للمصلین، آیه مستقله، اگر آیه بعدش را نخونه معنایش چی میشه؟ یعنی که دیگه اگر نماز خواندین وای بر شما، متوجه باشین، خاک بر سر شما اگر نماز بخوانین. این رقم معنا میده. اگر ما قرار باشه که با یک نکته را بگیریم نکته دیگر را ترک بکنیم، و متاسفانه این روش اهل باطل جناب استاد، چی از یهود، چی از نصارا، چی از روافض، چی از اهل بدعتی که خودشان را به اهل سنت نسبت میدن، همه اینها روش اینها قطع و بریده، قطع و برید میکنن. آیات قرآن یک قسمت قطع میکنه، یک قسمت میخونه. احادیث رسول الله علیه السلام یک قسمت میخونه، یک قسمت قطع میکنه. اجازه بدین که این حدیث را با هم دیگر یک بررسی بکنیم. بفرمایید. اولا در مورد صحت حدیث گفتیم حدیث صحیحه، نه در صحیح مسلم بلکه در صحیح بخاری هم آمده. و متن صحیح مسلم مثلا اینجا ببینین که در حدیث چی آمده. بله. اول حدیث اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در عید فطر بود یا عید اضحی بود، بعد از اینکه از این نماز برگشتن آمدن یک جماعتی از زنها را دیدن. بعد برای جماعت زنها رسول الله علیه و سلم گفتن که ای یا معشر النساء، ای گروه زنهایی که شما در اینجا نشسته هستید، زیاد شما صدقه بدید، زیاد استغفار بکنید، از الله سبحانه و تعالی آمرزش بطلبید، چرا که من شما را اکثر اهل دوزخ دیدم که شما هستید، شما زنها هستید. زنی از میان اینها گفت که زن بسیار زیرک، هوشیار. اینجا فکر کنم بله. یک اصطلاح خاصی، بله. جزله. بله. در حدیث آمده که انشاءالله این را توضیح میدین. اول حدیث را یک بار بخوانین که بله. حدیث چی هست. یک زن هوشیار و فهمیده و با درایتی
برخاست گفت که چرا یا رسول الله، ما را چی شده که ما باید اکثر اهل دوزخ باشیم؟ رسول الله علیه السلام گفتن چون شما زیاد لعن و نفرین میفرستین، شما کفران نعمت شوهرها میکنین. و بعد رسول الله علیه السلام فرمودن من هیچ ناقص عقل غالبتر و حاکمتر از شما ندیدم که یک انسان، یک مرد هوشیار را شما عقلش را میروباین، عقلش را از بین میبرین. از بس که شما هوشیارین، از بس که شما فهمیدین، زیرکین، زیرکی شما باعث بر غلبه شما میشه که بعدا این نکته را هم توضیح میدیم. گفتن یا رسول الله نقصان عقل و دین ما چیه؟ این خانم گفت، این زن گفت. بعد رسول الله علیه السلام فرمودن که نقصان عقل شما اینه که شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد میشه. و رسول الله علیه السلام فرمودن که این نقصان عقل شماست. بعد نقصان دین شما چیست؟ این که شما مریضی ماهوار میشین، نه روزه میگیرین و نه هم نماز میخوانین و این نقصان در دین شماست. حالا ببین جناب استاد میای یک فردی که شبهه میاندازه چی میگه؟ میگه در حدیث آمده که زنها ناقص عقلن. ما رأيت اکثر من کنه بله من نقصات عقل و دین. خلاص شما زن گفته ناقص عقله. آیا واقعا این حقیقت داره؟ اولا توصیه ما اینه که گفتیم حدیث را از اول تا آخر بخوانید. ما اول حدیث را خواندیم که حدیث رسول الله علیه السلام در اون نکات اشاره شده که باید با آن ما یک تمرکز کوتاهی داشته باشیم. بله. اول این که در حدیث آمده که وقتی رسول الله علیه السلام گفتن که شما را ما اکثر اهل دوزخ دیدم، در حدیث آمده که یک زنی امرأة منهن جزلتون. جزله یعنی بسیار زیرک، بسیار هوشیار، بسیار صاحب نظر، صاحب نظر قوی، صاحب فکر قوی. این معانی جزله هست. در خود حدیث میآید که اولا این زن صاحب عقل بود، صاحب نظر بود، صاحب فکر بود، صاحب اندیشه بود. پس زن نمیتونه ناقص عقل باشه. اگر ناقص عقل باشه این اصطلاح به کار برده نمیشد. فقالت امرأة منهن جزله یعنی بسیار زیرک، بسیار هوشیار، صاحب نظر، قوی در رأی و نظر. بعد در همین حدیث آمده که رسول الله علیه السلام چی میگن؟ و ما رأیت من ناقصات عقل و دین اغلب، من ندیدم از شما ناقصات عقل که شما هستید، ندیدم مثل شما که چیکار باشه؟ اغلب، غالبتر باشه، قویتر باشه، لذی لب من کنه، برای یک فردی که صاحب عقل. شما غلبه دارین بر او. یک فرد صاحب عقل، یک فرد عاقل‌تر، یک فردی که قویه، بر او غلبه پیدا میکنه. شما بر این فردی که صاحب عقل، یک مردی که صاحب عقل، شما بر او غلبه دارین، بر عقل او، بر فکر او غلبه دارین. یعنی میشه اینطور تعبیر بکنیم که ما شما را، یعنی هیچ کسی را که برخوردار از یعنی مشکل نقص عقلی و دینی داره و باز هم با وجود ازی میره بالای کسی دیگه غالب میشه. بالای چی کسی؟ بالای کسی که زیلوبه ندیدم میگه، یعنی صاحب عقل، صاحب درایت. شما بر او غالب میایین. یعنی با وجود کمی عقل. این تعریفه جناب استاد، این تعریفه. خب این تعریفه که رسول الله علیه السلام از اینها میکنن. تعریفه که شما با اینکه نقصان عقل و نقصان دین هم دارین که بعدا توضیح میدین که نقصان عقل اینا چیه، با اینکه شما نقصان عقل و دین دارین، باز هم بر یک انسان صاحب نظر و هوشیار شما غلبه پیدا میکنید. این تعریفه یا حقیقت امر ای مد هست، نقد در حق زنان. اگر یک انسان عاقل به شرطی که انصاف و خرج بده، چون متاسفانه ما داریم مخالفینی که انصاف ندارن، اگر انصاف به خرج بده، این نکته را خودش جلو چشمان خود بگذاره، بعد انصاف به خرج بده، آیا این قدح یعنی توهین بر زن یا تعریف بر زنه؟
بدون شک انسان با انصاف و انسان عاقل میگه تعریفه، ولی انسان معاند که دنبال حرف فقط کلمه ناقصات عقل و دینش میگه، خلاص این را گرفته، مثل همان لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، خلاص میگه نماز نخوانین برین. اما در کل نمیه، خود عبارت در کل بررسی نمیکنه این متن حدیث، مخصوصا اینجا و ما رأیت من ناقصات عقل و دین اغلب ذی لب منکن. این رویش فکر نمیکنه، رویش یعنی غور نمیکنه که چی معنی را افاده میکنه. آیا این توهین و تحقیر است مثل که شما اشاره کردین، یا این مدح و بالا بردن جایگاه زن یا تعریف از عقل و از درایت زن است؟ جناب استاد، بعضی از این افراد متاسفانه باید بگین وقتی که انسان عینک تعصب را به چشماخو بگذاره و از تعصب به هر چیز نظر بکنه، حق را باطل میبینه، باطل را حق میبینه. من جناب استاد با یک کسی یک روز بحثی داشتم در مورد رقصی که به نام عبادت میکنن بعضی از گروه های باطل. این میگفت که جایزه، گفت من از فلان کتاب برای تو میآورم که جایزه. چند نفر دیگر هم در همانجا نشسته بودن. بسیار خوب، گفتم خیلی خوب، از این کتاب بیار ثابت بکن. درسته، کتاب را آورد جناب استاد، متن را باز کرده خودی میخوانه. برای من گفت تو بخوان. گفتم بسیار خوب میخوانم. من اول خواندم، بعد برای گفتم تو بخوان، معنای این ترجمه بکن. متن کتابی که آورده اینه که رقصی که به نام عبادت میشه حرامه. چون این بیچاره همین کلمه رقص را دیده بدون اینکه یک تعمق در این کلمه بکنه که این متن چی گفته، من رد میکنه. من برای گفتم که آیا این به تایید من است یا به تایید تو؟ خب بیچاره درمان میگه چیکار بکنه. حالا جناب استاد وقتی که انسان از دید تعصب بر یک چیز نگاه بکنه، حق را باطل میبینه. این خب کاملا انسان نادان و جاهلی بوده که یعنی واقعا اگر حتی از فهم متن کوتاه که شما بهش اشاره کردین هم عاجز باشه، اصلا نه جناب استاد، احیانا این اتفاق میفته در میان گروه های باطل، چون تعصب دارن دنبال حق نیان. این اگر انسان دنبال حق نباشه، کلمه ای که حق باشه آن را باطل میبینه، به باطل خود توجیه میکنه. اما وقتی برایش توجیه بشه که نظر تو درست این چیزی که تو میگویی اما این بر علیه توست بنا به فلان دلیل، آن وقت باز مبهوت میشه، میمانه، خودش میمانه، باز به دنبال یک راه دیگری که به هر حال پیش بیاره. حالا به هر حال از این بگذریم. متاسفانه اینها هم، این گروه هایی که این حرف را میزنن در مورد نقصان عقل زن، این نکته را بیان میکنن. الله متعال سبحانه و تعالی در قرآن کریم هم به این موضوع اشاره میکنه که انشاءالله ما بعداً میان به این موضوع بیشتر توضیح خواهیم داد. اما در خود همین حدیث آمده که رسول الله علیه السلام نقصان عقل را بیان میکنن. خب این زن سوال میکنه یا رسول الله نقصان عقل ما چیه؟ رسول الله علیه السلام فرمودن فشهادت امرأتین تعدل شهادت رجل. شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد، یعنی یک مرد و دو زن. یک مرد معادل با دو زن، دو زن معادل با یک مرد، دو زن معادل با یک مرد. بله. یعنی زن در واقع نصف مرد میشه در باب شهادت. این که چرا این اتفاق میفته انشاءالله ما بعداً آیه قرآن میخوانیم. آیه قرآن این را تفسیر میکنه که خداوند سبحانه و تعالی به این موضوع اشاره میکنه. بعداً رسول الله علیه السلام میفرمایند فهذا نقصان العقل، این نقصان عقل شماست. و این به صورت مطلق نیست که به صورت مطلق بگین زن ناقص عقله، اما میین در باب نقص. این را انشاءالله در باب که شما در اول برنامه هم اشاره کردید، دیگه خودش هم شبهه مستقل است، اما ربط مستقیم با این حدیث هم داره. جناب استاد نقص که در عقل هست، علما آن را به سه دسته تقسیم میکنن. یکی نقص فطریه که به صورت عامه، به صورت کلی. یک نقص فطری که به صورت عامه و به صورت کلی، مثلا مثل فهم، ذکاوت، زیرکی شخص. آیا این در حق زنها هست؟ نه خیر. این چیزی که در حدیث آمده آیا مراد همین نقص فطری به صورت کلی هست؟ اگر این میبود کلمه جزله اصلا به کار برده نمیشد. و ما در طول تاریخ داریم زنهای ذکی با ذکاوت داشتیم و داریم. مثلا از جمله آنها ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها.
فقیه این امت، فقیه این امت. صحابه از ام المؤمنین عایشه صدیقه فتوا میگیرند. یکی از جمله افرادی است که بیشترین حدیث را از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را روایت کردند. اگر این حدیث به صورت فطری و به صورت مطلق و به صورت کلی می بود، یعنی فطری که کلی باشه، هرگز این چنین نیست و معنای حدیث به این معنا نیست که ما آن را حمل بکنیم بر اینکه نقص فطری و کلی است. این یک. بله. ثانیا نقص فطری در بعضی از مسائل، در بعضی از قدراتی که حواس یا عقل انسان داره، مثلا مثل فهم عمیق، یک فهم مطلق، یک فهم عمیق، لیاقت و استعداد و به اصطلاح خلاقیت و بله، خلاقیت و ذکاوتی که به هر حال عمیق باشه، متفاوت از صورت مطلق. یا قوت تحلیل، قوت تحلیل یک موضوع، بله، که یک موضوع را تحلیل بکنه. آیا منظور حدیث که از ناقصات عقل آمده همینه؟ نه، این هم نیست. خب این هم نیست، بلکه نقصی است عارضی. نقص عارضی. عارضی یعنی یک عارضی، یک سببی باعث بر این میشه که این نقص به وجود بیاید و او هم در یک زمان معینه، نه به صورت احیانا در صورت مؤقت و احیانا طویل المدت و احیانا به صورت کلی میشه. مثلا نقص عارضی که موقتیه، نقصی که یک سبب باعث میشه. عارضی یعنی که یک سبب خارجی باعث بر این میشه که نقصی به وجود بیاید. بله. موقتی مثل که زن مثلا در حالت عادت ماهوار یا در حالت حمل، وضع حمل در ذهنیت و در عقل زن تأثیر میگذاره. این چیزی که علم جدید این را ثابت کرده، این حرف ما نیست. نه، پژوهش‌های خود غربی ها همین را ثابت کرده که در وقتی که زن حمل میکنه بر عقل او تأثیر میگذاره، تأثیر منفی میگذاره، بر قوه تفکر او دوچار ضعف فراموشی میشه، فراموش خاطری برش به وجود میاد. در قوه تفکر و در قوه حافظه او یک ضربه وارد میشه و در حالت مریضی ماهوار همچنین یک ضربه کوچکی در قسمت ذاکره یا در قسمت حافظه او متاسفانه خب به هر حال میخوره، این طبیعت اوست. به صورت طویل المدت احیانا میشه که این سببی که خارجی باعث نقصان عقل شده و باعث نقص در عقل شده طویل المدته. مثل این که زن به مسائل خانوادگی، به مسائل زناشویی، به تربیت فرزندان، مسائل داخل خانه مشغول میشه و چنان مشغول میشه که باعث بر این میشه که نسیان و فراموشی برای او، دوچار نسیان و فراموشی بشه در بعضی از مسائلی که به او مربوط نمیشه، در بعضی مسائلی که به او مربوط نمیشه. این نکته را جناب استاد در یادتان باشه، این قیدی که کردم در مسائلی که برای مربوط نمیشه، بله، باعث نسیان و فراموشی بیشتر در این موضوعات میشه. بله. وقتی که مسائلی باشه که ارتباط به او نداشته باشه یا ارتباط خارجی باشه که انشاءالله این در بحث شهادت باز به درد ما میخوره. بله. و این حقیقتا چی موقتی باشه و چی طویل المدت باشه و احیانا این طویل المدت، این انشغال و این انشغالی که زن در داخل خانه پیدا میکنه، این مصروفیت های زیادی که در داخل خانه پیدا میکنه یا در تربیت اولاد پیدا میکنه یا در مسائل رسیدن به شوهر خود پیدا میکنه، باعث بر این میشه که حتی او به صورت کل از بعضی مسائل دور میکنه، از مسائل اقتصادی، از فکر کردن به مسائل اقتصادی، از فکر کردن در مسائل سیاسی، از فکر کردن در مسائل اجتماعی و غیره و غیره. احیانا باعث میشه که به صورت کل او را یعنی از فکر کردن و از اندیشیدن و از تفکر به مسائل خارجی که خارج از مسائل خانه باشه، خارج از مسائل رسیدن به تربیت اولاد باشه و اینها احیانا باعث بر این میشه که کامل او را پاک میکنه، ذهنیت او را پاک میکنه و نسیان و فراموشی در بعضی از مسائل بیرونی برای او دست میده و این معنای حدیثه. خب استاد گرامی، اگر اجازه بدین به اجازه شما و بیننده های عزیز و گرامی میریم سراغ یک میان برنامه و پس از انشاءالله دیدن این میان برنامه دوباره برمیگردیم و انشاءالله موضوع را دنبال میکنیم.
هي زوجتي عنوانها عنواني، وحبيبتي بستانها بستاني، ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي زوجتي عنوانها عنواني، وحبيبتي بستانها بستاني، ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي أم أبنائي وروضة مهجتي، وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. في وجهها أمل وملء عيونها، هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. في وجهها أمل وملء عيونها، هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. هي أم أبنائي وروضة مهجتي، وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا، والود والإخلاص والإيمان. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم با برنامه
بازسازی اندیشه. قبل از دیدن میان برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح داشتند در رابطه به این شبهه که چرا دین اسلام، چرا اندیشه اسلامی زنان را ناقصات عقل و دین خطاب کرده صحبت کردن و به حدیثی که در رابطه با این موضوع در صحیح امام مسلم و همچنین گفتن صحیح بخاری روایت شده و ذکر شده به او حدیث به خوانش گرفتیم و ترجمه و تفسیر بگم نمودن و شرح دادن. پس از این حدیث این معلوم شد که انسان وقت میخواهد در رابطه به امر، در رابطه به مسئله حکم کنه، باید قبلا در ارتباط به او مطالعه و یک نظر همه جانبه داشته باشه. یعنی فرضاً در ارتباط به این حدیث نباید فقط همین جزئی حدیث بگیریم که زنها ناقص عقل و دین هستند، بلکه در کل باید حدیث بخوانیم که حدیث در کجا و چرا و در چه حالت گفته شده و مخاطب پیامبر صلی الله علیه و سلم چه کسانی بوده. و از این حدیث واضح شد که این عبارت و این نقطه که در متن حدیث مبارک آمده است در حقیقت مدح زن هست، بالا بردن جایگاه و مقام زن هست. یعنی اینکه با وجود اینکه بر عقل زنها و بر دین زنها سببهای عارضی میایه که باعث نقصان یا کمبود عارضی به علت عارضه موقت میشه، با وجود اینها صاحب عقل، صاحب ذکاوت و صاحب هوشیاری و یعنی در عرصه عقل غالب هستند. خب جناب استاد، ما به بحث عقل پرداختیم، به نقص عقل اشاره کردیم، اما ماند در ارتباط به این که نقص دین، یعنی چرا زن دینش ناقص میشه، چه عارض سبب نقصان در دین زن میشه؟ اولا جناب استاد، ما در حدیث به این موضوع اشاره کردین. یک بار دیگه اجازه بدین که همین قسمت حدیث رو با همدیگر یک مروری بکنین که رسول الله علیه السلام علت و سبب را میگن. اما جناب استاد اگر اجازه بدین، من فقط باز هم به خدمت بیننده های عزیز و گرامی عرض بکنم که شما عزیزان میتونید برای مشارکت در این برنامه از طریق فیسبوک برنامه و از طریق اینستاگرام و واتساپ شبکه مطالب و دیدگاه ها و یا شبهاتی که در ذهنتان تداعی میکنه، مخصوصا در ارتباط به موضوع برنامه با ما در میان بگذارین و نظریاتتان را شریک سازین. بفرمایید. در خود حدیث جناب استاد کاملا معنا واضحه و رسول الله علیه السلام علت این رو میگن که چرا شما نقصان دین دارین. میگن که شما به خاطری که شبها و روزهای را نماز نمیخوانین، به خاطر عادت ماهوار، و روزه رمضان را هم به خاطر عادت ماهوار نمیگیرین و این نقصان دین شماست و این نقصان دین شماست. البته جناب استاد شاید سوال اینجا مطرح بشه که حالا به هر حال زن از جانب شرع این گونه گفته شده که وقتی تو مریض ماهوار شدی، وقتی حیض شدی یا وقتی نفاس برای تو آمد، تو حق نداری نماز بخوانی و حق نداری روزه بگیری. و با چرا نقصان در دین باشه؟ منظور از نقصان دین جناب استاد اینه که شما نقص در تکلیف دارید، نه نقص در عبادت. منظور این نیست، و الا اینکه شریعت اینها را عفو کرده. این به این معنا نیست که مرد حالا چون نماز میخوانه زن نماز نمیخوانه، خود چون شریعت گفته نماز نخوان، شریعت گفته نماز نخوان، شریعت گفته روزه نگیر. بکنه که منظور در تکلیفه. اینجا مرد مکلفه که نماز بخوانه، زن نقص داره در تکلیف، مکلف نیست که نماز بخوانه. این معنای تکلیف، معنای نقص در دین که کاملا واضح و آشکاره و کدام حرف دیگری نیست که حالا زن بگه که به هر حال چون من نماز نمیخوانم حالا اینجا گناهکار شدم. نخیر، شریعت خود شریعت تو را عفو کرده، خود شریعت گفته این کار انجام ندی و خود شریعت هم آمده تو را از این تکلیف نقص داده برای تو.
خب جناب استاد، اگر از این بحث بگذاریم، از نقطه اولی یا شبهه اولی که در ارتباط به شبهه است که زنها گویا ناقص عقل و دین هستند و شما در این رابطه شرح مفصل ارائه کردین که انشالله که امیدوار هستم که این شبهه‌ای که در ذهن بعضی ها هست این شبهه رفع شده باشه. میریم به سراغ شبهه بعدی که باز هم به او در این حدیث اشاره شده و او عبارت از است که چرا در اندیشه اسلامی در دین اسلام شهادت یا گواهی دادن دو زن برابر با یک مرد محسوب میشه و ما میخوانیم مثلا در آیه 282 حدیثی که قبل بله در حدیث خوانیم و در آیه سوره بقره و استشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء. خب چرا واقعا اینجا جای سوال است که چرا باید زن از عین حق برخوردار نباشه؟ چرا شهادت یک زن برابر یک مرد نباشه؟ چرا اینجا نوعی از تحقیر و توهین یا کم شمردن جایگاه و مقام زن است؟ نه حقیقتا جناب استاد این نوعی تحقیر و نوعی توهین برای زن نیست و کسایی که حقیقتا میگن این نوعی توهین و تحقیر هست فکر میکنم که از نصوص شرعی خبر ندارند و یا اینکه اگر خبر دارند متاسفانه انصاف ندارند و نمیخواند که انصاف و خرج بدن و حقیقت موضوع برای مردم بیان بکنن. اجازه بدین که این موضوع به صورت گسترده تر از چند جهت جواب داده بشه و اشاره بشه به هر کدام. اولا آیه قرآن کریم را سوره مبارکه بقره هست، آیت 282. باز هم اشاره میکنم جناب استاد به قول اولی که اول و اخیر آیه یک بار باید بخوانیم. اگر نخوانیم باز هم دوچار مشکل میشین. این آیه بزرگترین آیه است که در قرآن کریم وجود داره و این آیه مشهور به آیه دین. آیه دین یعنی طویل ترین آیت، تقریبا یک صفحه است فکر کنم. بله یک صفحه کامل از مصحفی که مصحف مدینه هست کامل گرفته. الله سبحانه و تعالی مسئله دین را مطرح میکنه که وقتی شخص میخواه که به کسی قرض بده الله متعال دستور میده که شما این را بنویسین. اگر شما نوشتن یاد ندارین یک کسی دیگر شخص ثالث پیدا بکنین که بنویسه و در این دین خود شما شاهد بگیرین. دو زن و یک مرد، اگر دو مرد نبود دو زن و یک مرد را شما به عنوان شاهد بگیرین و در محضر آنها این قرض را بدین که اینها شاهد باشند. اولا جناب استاد فرق است میان اشهاد و میان شهادت. اشهاد اینه که شما من را به عنوان یک شخص میاین استاد میکنین و با یک فرد دیگه حرف میزنین، میگین تو شاهد باش که من این حرفا را برای فلانی گفتم. اما شهادت اینه که در حضور قاضی مطرح میشه. عجیب. این دوتا با هم متفاوته. در این آیه بحث اشهاده، بحث شهادت نیست. اولا که فرد میه شبهه وارد میکنه که بله بحث شهادت زن و شهادت مرد اینها چرا با هم دیگر متفاوته. بابا جان اولا این بحث اشهاده. ثانیا این آیه در مورد دینه، در مورد دین هست. خب بر مورد دین است یا هر مورد دیگه است؟ چرا یعنی زن از عین حق برخوردار نیست؟ سوال اینجاست. همین را ان شاء الله با هم دیگر پیش میرین. الله سبحانه و تعالی در همین آیه جواب میده. میگه که واستشهدوا شهیدین من رجالکم، از مردان خود شاهد بگیرید کسی را. فإن لم یکونا رجلین، اگر دو تا مرد نبودن، فرجل و امرأتان، یک مرد و دو زن. ممن ترضون من الشهداء، از کسایی که شما خوشتان میاد از شهادت آنها و آنها را دوست دارید و با آنها رضایت دارید، با آنها رضایت دارید که شهادت بدن. چرا دو زن؟ الله متعال میگه ان تضل احداهما، اگر یکی فراموش بکنه فتذکر احداهما الاخرى، یکی دیگه به یادش بده. بحث اینه که احیانا برای زن در مسائلی که مربوط به او نباشه نسیان و فراموشی برای او پیش میاد، مثل مسئله مالی یا مسئله حقوقی، مسئله دین که ربطی به زن نداره. یعنی مسائلی که زن با او هیچ رابطه نداره و یا در دایره اهتمامات و توجهش قرار نداره. کاملا درسته. زن بی تفاوت است در این موارد. جناب استاد من برای شما قرض میدم، درسته؟ مسئله میان من و شما
و مسئله در میان مردا، اگر یک زن بیایه، آیا یک زن بیایه به عنوان شاهد بشه، آیا به این مسئله اهتمام میده؟ نمیده. یک مرد به این مسئله اهتمام میده چون کاروبارش هست، ولی یک زن به این مسئله اهتمام نمیده. به این کار اینقدر توجهی که مرد داره نداره، چون از یعنی مسئولیت زن به این نیست. مسئولیت زن از دایره مسئولیت زن این خارجه. اولا. ثانیا جناب استاد، علم جدید ثابت کرده که در عقل مرد و زن دو مرکز وجود داره. دو مرکز وجود داره که یک مرکز برای سخن گفتنه، یک مرکز برای تذکر و یادآوری دادنه، یادآوری کردنه. مرد همزمان میتونه سخن بگه و میتونه تذکر بده، عقلش برایش تذکر بده، هم سخن بگه و هم تذکر بده. اما زن این خاصیت نداره. زن یا باید تذکر ذهنش برایش بده و یا اینکه باید سخن بگه. در یعنی آن هر واحد دو تا در نمیتونه. آن واحد کار نمیکنه، ولی از مرد هر دو مرکز در آن واحد کار میکنه. الله متعال به همین مورد اشاره میکنه، فتذکر احداهما الاخرى. این زن که سخن میگه اگر اشتباه کرد، نسیان و فراموشی برای او دست داد، گفت که فاتح برای جناب صیقل، من به عنوان مثال برای شما 10,000 دادم، این زن فراموش کرده، حالا به کاروبار خانه مشغول بوده، به تربیت فرزند خود مشغول بوده، چی میگه؟ میگه یا که دچار فاتح عادت ماهیانه شده یا دچار یک عارض دیگه میگه شده. فاتح 9,000 برای صیقل صاحب قرض داده. یکی دیگه میگه نه 9,000 نبوده، فراموش کردی. 10,000 بوده. این بحث قرض دادن. اصلا این آیه قرآن کریم به صورت اطلاق اولا نیامده، به صورت اطلاق نیامده. بحث قرض دادنه که بحث قرضه که الله سبحانه و تعالی در اینجا مطرح میکنه. و این رو هم گفتیم که چون همزمان زن نمیتونه هم حرف بزنه و هم در ذهنش در واقع تذکر داده بشه و این مسئله در خود آیه قرآن هم کاملا واضحه و آشکار. الله سبحانه و تعالی در همین آیه جواب داده، گفته که ان تضل احداهما، اگر یکی فراموش کرد فتذکر احداهما الاخرى. ما گفتیم که در باب عقل هم، نقصان عقل هم صحبت کردیم که این در واقع نقص عارضی و جزئی است که احیانا موقتی و احیانا طویل المدت که برای زن اتفاق میفته. و علتش هم گفتیم که بعضی از مسائلی که زن اولا ارتباطی به این موضوع نداره، ارتباطی به موضوع دین نداره، از مسئولیتش یعنی خارجه، از تحت مسئولیت زن خارجه کاملا. جناب استاد، از صحبت شما این وانمود میشه که یعنی این به صورت مطلق نیست، یعنی شهادت دو زن برابر یک مرد در همه موارد نیست، فقط در این مورد خاصی که نه جناب استاد، فقط تنها به این موضوع نیست. موضوعی که ارتباط به یک نکته‌ای که من از اول برنامه هم اشاره کردم که ارتباط داره یا ارتباط نداره. بله. بیشتر مسائلی که به مردها ارتباط داره، بیشتر مسائلی که حتی باز در باب حدود، البته در میان علما هم در این مورد در میان فقهای مذاهب اختلافه که در بعضی از مسائل، مثلا در مسائل حدود اصلا زن یعنی نمیتونه که شهادت بده. البته در این مورد هم اختلافه. در باب نکاح، در باب طلاق زن مطلقاً نمیتونه شهادت بده. البته در نظر بعضی از فقهاست و بعضی از فقها میگن جایزه، میتونه که شهادت بده. به هر حال این به صورت مطلق نیست. مثلا ما در بعضی از مسائل داریم که میان زن و مرد شهادت زن و مرد یکی حساب شده، مساویه. مثلا در باب لعان ما اصطلاحی داریم در میان فقها و در قرآن کریم هم موجوده. بله، از آیه 6 تا آیه 9 سوره مبارکه نور الله سبحانه و تعالی به بحث لعان وقتی که میپردازه، شهادت زن و مرد رو با هم مساوی الله متعال معرفی میکنه. و لعان اینه که مثلا یک مردی زن خود را متهم به کار خلاف عفت میکنه. مرد زنش را، همسرش را متهم میکنه به کار خلاف عفت، که بحث لعان مطرح میشه که بحث لعان در اون آیه آمده و الله سبحانه و تعالی از آیه 6 تا آیه 9 سوره مبارکه نور به این مورد اشاره کرده. در باب لعان میبینین که شریعت اسلامی و آیات قرآن آمده شهادت مرد و زن را با هم مساوی قرار داده. در بعضی از مسائل دیگر هست جناب استاد که حتی شهادت زن بالاتر از شهادت مرد حساب میشه. در مسائلی که ارتباط به خود زن میگیره، مثلا در باب این که حالا بحث بکارت زن، بحث ولادت زن یا بحث رضا و شیرخوارگی، شهادت زن معتبرتر از شهادت یک مرد، چون این مسائلی که ارتباط به
خود زن میگیره، ارتباط به مسائل زنها میگیره، نه ارتباط به مسائل مردا. این خلاف مسئله دینه، خلاف مسائل حدوده، خلاف مسائل طلاق و نکاحه. یعنی هر مسئله‌ای که دیگه در دایره اهتمام و توجه زنها باشه و ربط به مردان داشته باشه، اونجا شهادت و گواهی دادن زن معتبرتر و اعتبارش بیشتر است و اونجا مرد شاید شهادت زن و گواهی زن بالاتر از شهادت مرد. بله احیانا معتبرتره. گفتیم در مسائلی که ارتباط به خود زنها میگیره، ارتباط به خود زنها، چون مسئله بکارت خب به هر حال احکام خاص به خودش را داره، احکام خاص به خودش در باب مهریه و در باب طلاق و در باب نکاح و این مسائل داره. ارتباط به خود یک زن میگیره، چون زنها به این موضوع بیشتر اهتمام دارن و بیشتر به این مسائل سریه که در میان خود زن هاست. یک مرد نمیتونه در این مورد در واقع شهادت او با اعتبارتر و معتبرتر از شهادت یک زن باشه، از یک زن باشه. چون مثلا بحث رضا و شیرخوارگی رو شما مطرح کردین، مثلا زن به طفل به کودک شیر میده، این فقط از این موضوع و از این مسئله و از این رخداد فقط زنها آگاهی دارند، چون در خانه مسئله به وقوع میپیونده. حتی در میان یک از صحابه جناب استاد این موضوع اتفاق افتاد. یک کسی را به عنوان همسر انتخاب کرد. بعد از اینکه انتخاب کرد یک زنی آمد گفت که این دوتا با هم شیر خوردن، این دوتا با هم رضاعی، برادر رضاعی گفته میشن، اینها با هم دیگر حلال نیان، اینها یک رابطه رضاعی با هم دیگر دارن. بله. این شخص آمد در نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله، زنی آمده همچون چیزی گفته. رسول الله علیه و سلم گفتن وقتی همچون حرفی هست چرا همچون زنی را تو در نکاح خود نگه می‌داری؟ و این صحابه طلاق داد به خاطر شهادت یک زن. یک زن آمد در مسائل رضا، در مسائل شیرخوارگی همچون حرفی را زد، شهادت را داد و رسول الله صلی الله علیه و سلم شهادت او را پذیرفتن. طلب نکردن که باید یک مرد باشه یا دو زن باشه یا نه، یک مردی هم پیدا بکن که یک مردی هم بیای بگه که به هر حال من دیدم که شیر خورده. به هر حال این مسائلی که جناب استاد قانونه اسلام آمده قوانین را مطرح کرده، در احیانا این بالا میره، احیانا این بالا میره، احیانا مساوی با هم میشن. یعنی یک فرد بی انصافی که بیایه بگه که به صورت مطلق بگه که شهادت زن نصف شهادت مرد، یا بگه شهادت مرد 2 برابر شهادت زن، واقعا بی‌انصافی کرده. از نصوص شرعی خبر نداره، از آیات قرآن خبر نداره، از احادیث رسول الله خبر نداره، از احکام اسلامی و از قوانین و نظام اسلامی خبر نداره. و الا که اگر خبر داشته باشه همچون حرفی را یک انسان عاقل و انسانی که صاحب عقل و صاحب بصارت باشه حقیقتا نمیگه. خب جناب استاد، از این بحث هم که بگذاریم میریم پیرامون شبهه بعدی که عبارت از مسئله طلاق هست که چرا با وجود از این که یعنی دائما مسلمان ها و اسلامگراها، البته این حرف مخالفین است، میگن که داد از حقوق زن میزنین و داد از این میزنین که اسلام بوده که به زن ارج قائل شده، ارزش قائل شده و هیچ قانونی را سراغ نداریم که حق زن را بیشتر از اسلام به زن حق قائل شده باشه. یعنی زن و مرد یک برابرند، مساویند. اما با وجود از این در بحث مثلا بحث مهمه که حق هر انسان از بحث شراکت زندگی، در این جمعیه یک مرد حق داره که زن را طلاق بده و زن وقتی از طرف مقابل از مرد خوشش نیامد یا مرد دچار ضعف اخلاقی بود یا هر ضعف یا مشکل دیگری داشت، این زن حق نداره که مرد طلاق بده و فقط طلاق حق مرد است. چرا؟ اولا این شبهه حقیقتا یا این حرف برگرفته از حدیثی است از رسول الله صلی الله علیه و سلم. البته نصوص شرعی در این مورد فراوانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن انما الطلاق لمن اخذ بالساق. طلاق برای کسی که برای مرده. حالا ترجمه تحت لفظیش را بگذارین. طلاق برای مرده. چون مرده که استمتاع از زن میکنه. حالا تحت لفظی خب به هر حال لمن اخذ بالساق یعنی کسی که ساق زن را میگیره. خب جز شوهر کسی دیگه نمیگیره. چون حق استمتاع زن را کی داره؟ شوهر داره. و این حدیث را امام آلبانی رحمه الله این حدیث را حسن گفته. به هر حال
چرا؟ علت چیه؟ چرا شریعت اسلامی آمده و حق طلاق را تنها برای مرد داده بله و برای زن نداده؟ البته این نکته را اشاره بکنم که این هم به صورت اطلاق گفتنش مناسب نیست. به صورت اطلاق مناسب نیست که به صورت کل بگین که یعنی در کل حالات، در همه حالات مرد حق طلاق دادن زن نداره. و زن اصلا هیچ حقی نداره که حالا خواسته باشه یا نخواسته، مثل دین نصرانیت و مسیحیت که میگه خواسته باشه و نخواسته باشه باید با این مرد زندگی بکنه. میخوای راضی باشه، میخوای در دین نباشه. مسیحیت آمده؟ بله جناب استاد، این بحث آمده در دین، یعنی در کتاب انجیل یا در میشه گفت در کتاب مقدس. متاسفانه این موضوع به صورت اطلاق آمده، نه حق طلاق برای زن داده شده و نه هم حق طلاق برای مرد داده شده. یعنی خواسته باشه نخواسته باشه باید دو طرف زندگی بکنه. من اگر اجازه بدین که با سند و با مدرک این موضوع را مطرح بکنم. بفرمایید. در کتاب مقدس در عهد جدید در اول قرنتیان باب 7 آیه 10 و آیه 11 ببینید چی میگه. میگه در اینجا برای آنانی که ازدواج کرده اند دیگر نه یک توصیه بلکه یک دستور دارم، دستوری که از جانب من نیست بلکه خود خداوند آن را فرموده است و آن این است که زن نباید از شوهرش جدا شود، اما اگر قبلا از او جدا شده است بهتر است یا مجرد بماند یا نزد شوهرش بازگردد. شوهر نیز نباید زن خود را طلاق دهد. این در دین مسیحیت است؟ بله، این در کتاب مقدسه، در عهد جدید یا در عهد جدیده، در عهد جدید وجود داره که تقریبا آن را به انجیل عیسی مسیح اون را چسباندن. به هر صورت شما میخواین این را بگین که لااقل دین اسلام از بهتر است؟ دین اسلام حق قائل شده که یعنی مرد میتونه از زن جدا شود یا دو طرف میتونن بالاخره به هر صورت کس از همدیگر جدا شون، مجبور نیستن که تا آخر زندگی با هم مشارکت داشته باشن و زندگی بکنن. جناب استاد، افرادی که اینها شبهه پراکنی میکنن و همچون موضوعاتی را مطرح میکنن، بارها هم ما گفتیم که بابا جان وقتی خانه‌ای که تو در اون نشسته ای از شیشه هست، به خانه مردم سنگ اندازی نکن. خانه خود اینها از شیشه، به محض اینکه یک سنگ انداخته بشه خانه آنها نابود میشه. یک فردی که اصلا خودش در دینش و در آیینش چیزی به نام طلاق وجود نداره میگه چرا اسلام گفته که زن حق طلاق نداره؟ البته این هم به صورت اطلاق میگه، چون نمیفهمه اسلام و احکام اسلامی رو نمیدانه، حمله میکنه بر سر اسلام. حمله میکنه بر سر اسلام که برای اسلام این گونه گفته، اسلام چرا این ظلم را برای زنان روا داشته که این حرف را زده. ما این را مطرح میکنیم. اما این که جناب استاد، اما این که چرا مثلا در اسلام حق طلاق تنها به مرد داده شده و مرد حق طلاق دادن داره، ایره باز هم میگذاریم به پس از دیدن یک میان برنامه اگر اجازه بدین. و در عین حال تذکر میتونم که بیننده های عزیز و گرامی میتونند در ارتباط به موضوعات مطرح شده اگر شبهه‌ای در ذهنشان هست، اگر سوال در ذهنشان تداعی میکنه، از طریق واتساپ، از طریق فیسبوک برنامه و از طریق اینستاگرام و واتساپ شبکه با ما نظریاتشان را در میان بگذارند. خب با هم یک میان برنامه را میبینیم و برمیگردیم. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. و به زنا نزدیک نشوید که زنا گناه بسیار زشت و بد راهی است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
وصال حق در تلگرام. عزیزانی که مایل به دریافت تازه های شبکه، اما از برنامه های زنده، کلیپ ها، احادیث، سرودها، سخنان علما، کتاب ها و مطالب مفید دیگر هستند، با مراجعه به پیام رسان تلگرام به زبان انگلیسی واژه وصال حق تیوی را جستجو نموده و پس از وارد شدن به کانال وصال حق کلید جوین را فشار دهند. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد خدمتتان هستیم و قبل از میان برنامه و در ابتدای برنامه هم تذکر داده شد که بیننده های عزیز و گرامی میتونند در ارتباط با موضوعات برنامه نظریات و سوال ها و پرسش ها و شبهاتشان را از طریق فیسبوک برنامه و اینستاگرام و واتساپ شبکه مطرح بکنن و متاسفانه که از بیننده های عزیزی که البته مخالف هستند و اما سبحان الله از مخالفت سوء استفاده کردن و با ادبیات نامناسب که حتی کاربرد یا به خوانش گرفتن این ادبیات مناسب نیست که ما ادبیاتی که به کار بردن به خوانش بگیریم، آمدن چیزهای گفتن و ما به این بیننده گرامی عرضه دارم که وقتی اگر مخالف هستی میتونی با ادبیات خوبتر و بهتر، با ادبیاتی که مناسب و شایسته مقام یک انسان است موضوع و شبهت را مطرح بکنی و جواب بگیری. الحمدلله دین مبارک اسلام بارها این شعار نیست و این حقیقتی است که حتی مخالفین هم به این اعتراف دارند که یگانه دینی که به زن ارج قائل شده، به زن ارزش قائل شده و حقوق زن را آنطوری که سرشت و مناسب سرشت و طبیعت زن است به او حق قائل شده،
به این اعتراف دارن و امروز بدبختی که ما مثلا در جهان غرب میبینیم از زن فقط به حیث یک ابزار و یک وسیله و یک کالای تجارتی و بازرگانی بیش استفاده نمیکنن. یعنی زن امروز اگر بحث از حقوق زن میشه، شعار حقوق زن را سر میدهند، در همان جامعه غربی مثلا ما امروز زنهای محرومی را میبینیم، زنهایی را میبینیم که داد میکشند، زنهایی میبینیم که صدایشان را بلند میکنند به خاطر پایمال شدن حق و حقوقشان و به خاطر از اینکه چرا از ایشان فقط تنها به حیث یک وسیله و یک ابزار و یک کالا استفاده میشه. خب بیننده هایی که اگر میخواهند نظریاتشان را ابراز کنند میتونن همون قسمه که اشاره کردم با ادبیاتی که شایسته یک انسان است، نمیگم یک مخالف یک انسان است، او را مطرح بکنن. خب جناب استاد، شما قبل از گرفتن میان برنامه داشتین در ارتباط به ای که گفتیم چرا یعنی حق طلاق برای مرد داده شده یک مقدمه دادین و باز هم سوال کردم که چرا فقط مرد است که حق طلاق داره، چرا زن نمیتونه که طلاق بده؟ زن وقتی از مرد بی‌نیاز شد میشه بگید اگر از مرد گمراهی را دید، کج‌فهمی را دید یا نتونست که با مردش با شوهرش زندگی را ادامه بده، میتونه که بسیار به سادگی بگه که ما از ادامه زندگی با تو عاجز هستم و تو را طلاق دادم. چرا زن از این حق عاجز است یا این حق برای زن داده نشده؟ جناب استاد اجازه بدین قبل از آن یک تعلیق کوتاهی من هم به حرفهای این بیننده داشته باشم. و آن اینکه در روزهای اول و در برنامه‌های اول که ما پیرامون زن صحبت کردیم، اگر یادتان باشه ما گفتم به عنوان یک چالش که شما یک دینی، یک فکری بیاین نشان بدین که اینقدر ارزش و مقام و جایگاهی که اسلام برای زن داده در او هم داده شده باشه. حالا من نمیفهمم که این بیننده از کدام دین و کدام مذهب و کدام آیینه. حتی اگر کدام دین و مذهب و آیینی هم نداشته باشه، از همان فکری که پیروی میکنه، حالا فکر لایکی باشه، هر فکری که میخواد باشه، آیا در همان فکر لایکی یک نظام و قانونی وجود داره یا نداره؟ خب اگر نظام و قانونی وجود نداشته باشه که یک فکر لجام گسیختیه، خب غیر ممکنه دیگه. یک فکر حداقل باید یک قانون و نظامی داشته باشه. لجام گسیختگی خود نباشه که هر ترتیبی هر چی از خوشم آمد انجام بدم، هر چی که خوشم نیامد انجام ندهم. از همان فکر و قانونی که داره بیای آنچه که در مورد زن گفته شده آن را در میزان عقلی که حالا او ادعای عقل میکنه، در میزان عقل بیاندازیم و در میزان حقیقت بیاندازیم و در میزان انصاف بیاندازیم، در میزان دور از تعصب بیاندازیم. ببینین آیا این فکر، این حقی که زن در قرآن و در اسلام برای او داده شده در اون فکر وجود داره یا نداره. یعنی واقعا جناب استاد انسان همیشه هر فکری که داشته باشه باید دنبال حق باشه و با خود عهد کنه که هر چی که حق باشه من میپذیرم، هر چی حق باشه من میپذیرم. با والله قسم جناب استاد، اینجا شما به هر حال من اینجا حاضر میکنین در این برنامه که به عنوان کارشناس و حالا به هر حال هر چی که هست، با والله قسم نه از نام میترسم و نه از این میترسم که حالا برای من دوباره چی میگوین. یک فردی بیای برای من بگه که اینجا بابا جان حرف تو اشتباهه، با والله قسم جناب استاد قسم میخورم که اگر من آن حرف را نپذیرفتم، آن وقت باز هر چی که دلشان میخواست بگوین و شما هم باید اینچنین باشین. هر مسلمان این گونه، یعنی فکر اسلامی اینه که ما را به دنبال حق سوق میده، به دنبال حق پذیری ما را سوق میده. فرق نمیکنه که حالا این فرد هر کس میخواد باشه حرف حق را بگه، به شرطی که با استدلال بگه، با منطق بگه و درست ما را قناعت بده، ما هم میپذیریم و هیچ حرفی هم نداریم. اما میاییم سر اصل موضوع. چرا اسلام آمده مسئله طلاق را برای مردان داده، حق طلاق را برای مردان داده و برای زنان نداده؟ اولا گفتین این به صورت کلی نیست و ما بعضی مسائل را انشاءالله اشاره خواهیم کرد که به صورت کلی نیست. حالا در مسائلی که
طلاق حقش به گردن مرد انداخته شده و مرد که میتونه زن را طلاق بده. مردی که زن را میتونه طلاق بده، زن مرد را طلاق داده نمیتونه. چرا؟ علت چیه؟ جناب استاد، مهر را زن میده یا مرد؟ در دین مبین اسلام مهر را مرد میده. مرد میپردازه. مهر را مرد میپردازه. حالا چی مهر معجل باشه چی مهر معجل باشه. معجل به این معنی که در همان لحظه یک چیزی میده. معجل اینه که آن را واگذار میکنه در هر فرصتی که زن آن را بطلبه و زن آن را بگه، یا در فرصتی که مرد خواسته باشه زن را طلاق بده. یعنی مهر معجل، مهر مقدم و مؤخر. بله. عاجل و آجل. بله بله. نفقه به دوش مرد یا به دوش زن؟ به دوش مرد. به دوش مرد. اسلام مرد را مکلف کرده که معیشت زندگی زن را بپردازه و آنچه که به زن متعلق میشه آن را باید بپردازه و آن را بده. مسئله دیگر مطرح میشه، مثلا در جامعه ای که حالا به هر حال فارسی زبان هایی که صدای ما را میشنوند و تصویر ما را میبینند، دقیقاً موضوع به اینه که میبینین مصرفی که در محافل در ولیمه هست یا در محافل و مجالسی که گرفته میشه باز هم مرد میپردازه. مسئله مهر مرد میپردازه، مسئله نفقه را مرد میپردازه، مصرفی که برای محافل و مجالس مرد میپردازه نه زن. و حتی بعد از این که مرد خواسته باشه زن را طلاق بده، در مدت عده، در مدتی که زن عده داره، حالا عده‌ای که شریعت آن را تعیین کرده که فرق میکنه، نظر به عده ها فرق میکنه، حالا به اون نمیپردازیم. مرد مکلفه که در ایام عده‌ای که زن را طلاق داده و زن مجبوره که این عده را بگذرانه، مرد مکلفه که نفقه بده برای زن، نفقه زن را بپردازه. و همچنین مهر معجلی که برای زن تعیین شده باید این مهر را بپردازه. حالا جناب استاد حرف چیه؟ حرف اینه که مرد دلسوزتر برای زندگی و پایبندتر برای زندگی به خاطر این مشکلاتی که آن را تحمل کرده و به خاطر مشکلاتی که باید تحمل بکنه. یعنی این مردی که مهر پرداخت با توجه به مسئولیت‌های سنگینی که بر عهده مرد هست، مرد زود تصمیم نمیگیره. مرد بله کاملا دقیقه، کاملا دقیقه. این مرد که مهر پرداخته، حالا به عنوان مثال یک مرد اگر خواسته باشه تصمیم بگیره زن خود را طلاق بده، با آسانی طلاق نمیده. چرا؟ به خاطری که مجبور مهر معجل زن را بده. حتی در بعضی از جاها هست که به هر حال لکه ها و یا یک خانه را به نام زن میکنه، یک خانه را به نام زن میکنه. این مرد اگر خواسته باشه زن را طلاق بده، مجبور این خانه را به نام زن کرده بده، مجبوره، شریعت او را مکلف میکنه که بده. در ایامی که این زن عده داره، مجبوره که این مرد مجبوره که نفقه او را بپردازه. و این مرد بالای این زن مصرف کرده، مهریه داده، نفقه او را پرداخته، مجالس و محافلی که گرفته مصرف کرده. حالا این زن را خواسته باشه طلاق بده، باز مجبوره که به یک زن دیگر این مسائل و این مصارف را باز دوباره تحمل کنه. یعنی میگن مهریه و هزینه های محفل عروسی، تجهیز خانه و آماده کردن خود خانه، این هزینه هایی است که شاید یک مرد بعد از 20 سال کار یا 10 سال کار یا یک عمر کار و اصطلاح غریبی به دست بیاره. شاید بعضیا، اکثریت امروز صاحب خانه نیستند، بعضی ها صاحب خانه میشن، تمام عمر خود را قرض خانه خود را میدهند، یعنی یا قرض مصارف عروسی و مجلس خود را میدهند. یعنی این مسئولیت ها بر دوش زن نیست. اگر بر دوش زن می بود، شاید هم اختیار طلاق به دست زن می بود. یکی از حکمت ها اینه که به خاطری که مرد این مصارف را حالا به هر حال متحمل شده، این مشکلات را متحمل شده، با آسانی طلاق نمیده. با آسانی طلاق نمیده. اما زن اگر طلاق به دست زن می بود، امروز از این شوهر طلاق می گرفت، این شوهر بدبخت می شد. باز یک مصرف دوباره این مهری هم که برای او داده میشه، مهر هم کامل میگیره، نفقه هم کامل میگیره، در ایام عده هم نفقه میگیره، پول اضافی هم میگیره و میره به خانه شوهر دیگری، باز در اونجا باز یک مهر جدید میگیره، باز نفقه جدید میگیره، باز محافل و مجالس جدیدی برای او گرفته میشه. اگر قرار میبود این طلاق به دست این زن میبود، این مرد بیچاره بدبخت میشد. خب آیا این ظلم نبود برای مرد؟
آیا این ظلم نیه برای یک مرد که طلاق را به دست زن بدن، هر وقتی خواسته باشه تصمیم بگیره که شوهر را طلاق بده، این شوهر بیچاره با این همه مصارفی که کرده، با این همه مشکلاتی که متحمل شده، یعنی واقعا ظلمه. خب گاهی میگن گاهی زن مورد ظلم و ستم و خب آن بی‌عدالتی مرد قرار میگیره. آن مورد جدا هست جناب استاد، آن مورد جدا هست. باز آن حکم شرعی باز در اونجا فرق میکنه. حکم شرعی در صورتی که باز زن نخواسته باشه با این مرد ادامه زندگی بده، باز حکمش فرق میکنه که انشالله به این موضوع میپردازیم. مورد دیگر این که زن زودتر عصبانی میشه، زودتر تصمیم میگیره، زودتر عاطفی میشه. این خاصیتی است که الله متعال برای زن داده. اما مرد صابرتره، مرد صبرش بیشتر از زنه در این مسائل. شاید در بعضی مسائل با زن عاطفی تر باشه، مهربان تر باشه، مثلا مسئله اولاد. بحث مهربانی و عطوفت هم حکمتی است که خداوند در دل و قلب زن جا داده و بله شکی نیست. چرا اگر خدای ناخواسته زن از عاطفه بهره مند نمی بود، از مهربانی و عطوفت بیش از حد بهره مند و برخوردار نمی بود، امروز شاید فرزند را ما نمیدیم که بزرگ شود، شاید با اندکترین فشار از مسئولیت شانه خالی میکرد و از یعنی اولاد تربیت نمیشد درست. جناب استاد اجازه بدین که به این مسئله عطوفت هم یک داستان را بگم. یک شخصی میگفت که من همیشه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدم که رسول الله علیه و سلم حق مادر را 3 برابر حق پدر قرار دادن. میگفت من همیشه با خودم این داستان را در جای خواندم. میگفت که من با خودم همیشه میگفتم چرا من پدر حق کمتری از حق مادر دارم، حق زنم که حالا به هر حال طفل دارن، حالا حق من کمتر از حق مادرش هست برای این طفل. میگه یک شبی از شبها طفل کوچکی داشتم به سر و صدا افتاد، جیغ و داد کشید. کسایی که طفل دارن میدانن که نیمه شب طفل برمیخیزه گریه میکنه، چی میفهمه که حالا پدر خسته، به هر حال از بازار آمده، از دکان آمده، حالا از هر سر کار آمده، خسته بیچاره افتاده، پدر را از خواب بیدار میکنه. میگه از خواب بیدار شدم، سر و صدای این طفل را شنیدم، از بس که عصبانی شدم خواستم که این طفل را بگیرم بزنم به دیوار بزنم. میگه دیدم که مادر این طفل فقط استاد اینجا من اشاره بکنم در ارتباط به می داستانی که شما اشاره کردین، یکی از دوستای نزدیک بنده سبحان الله به یاد ما آمد، گفت که من طفل داشتم 2 ساله، نه 2 ساله چی، شاید کمتر از 1 سال، گفت شب از شبها من را نگذاشت که بخوابم، یعنی با چیغ و با صدا و با ناله که داشت، گفت مجبور شدم این طفل 1 ساله را با سیلی بزنم. باور بکنین این شخص خودش گفت، حالا هم یاد میکنم میگه من تعجب، یعنی سبحان الله این مادر است، این زن است که را تحمل میکنه. جناب استاد میگه من از بس که عصبانی شدم بر این طفل خود را میخواستم بزنم به دیوار ساکت بشه، چی سر و صدای حالا برا انداخته، مرا از خواب بیدار میکنه. میگه مادر برخواسته طفلک را گرفته در آغوش تکان میدور. میگه از بس که من خسته شدم، میگه همسرم برایم گفت که برو خانه دیگری بخواب، این طفل تو را به خواب نمیگذاره، تو خسته ای. میگه رفتم خانه دیگری 1 ساعتی 2 ساعتی خوابیدم، بعد از 1 ساعت 2 ساعتی دیدم که طفل آرام شده. میگه بعد آمدم داخل خانه، وقتی در خانه باز کردم، میگه همسرم برایم گفت در آهسته باز کن. دیدم هنوز طفل در آغوشش هست، آغوش گرم مادر او را تکان میده و خواب شده. این طفل خواب رفته. میگه آن وقت پیش خودم تصور کردم که سبحان الله حق مادر به این واسطه زیاد شده که صبرش را الله متعال نسبت به این طفل و نسبت به این فرزند هنوز جان میگه، عزیز میگه و اون را تکان میده و خواب شده، در حالی که من از بس که عصبانی شدم میخواستم او را به دیوار بزنم. غیر از گذشته از بحث حمل، حقیقتا مسائل مهم به هر حال زن تحمل میکنه، مادر تحمل میکنه که حالا بحثش نیست. به هر حال ما گفتیم که زن بسیار زود در بعضی از مسائل عصبانی میشه، به خصوص مسائل زناشویی خیلی چیزا زود فراموش میکنه. این یکی از خصوصیات زنه. یک مرد تمام عمر را برای همسرش، حالا بعضی از خصوصیات به هر حال بگیم، بعد تمام عمر را برای همسرش نیکی میکنه، فقط خدا نکنه که زن برای شوهرش تماس بگیره که فلان چیز را با خود بیار. اگر نیاورد میگه تمام عمر من از تو چیزی ندیدم، تو هیچ کاری به من نکردی، هیچ کاری انجام ندادی. این خاصیت زن هاست.
خاصیت زن هاست که زود تصمیم میگیرن، خیلی چیزها رو زود فراموش میکنن، ولی مرد این گونه نیه. خدا نخواسته الله سبحانه و تعالی این خصوصیت برای مرد داده. اگر زن طلاق به دستش میبود خیلی راحت روز 100 بار شوهرش رو طلاق میداد. باز هم بیاییم ببینیم که این طلاق واقعا وقتی که میگیم اختیار طلاق به مرد داده شده، این اختیار کی داده؟ این اختیار کسی داده که هم زن و هم مرد را این هر دو موجود خلق کرده. بله. یعنی خالق، کسی که خلق میکنه، او از خصوصیات، از ویژگی ها و از صفات افراد مطلع است. میفهمه که اگر امروز طلاق به دستور الله جل جلاله، اگر طلاق به اختیار زن قرار می داشت، امروز اصلا دیگه شاید نسل بشریت هم منقرض می شد. شاید زن در روزهای اول زندگی زناشویی مرد را طلاق میداد. به همین واسطه که جناب استاد ما میبینیم که مثلا در جامعه غرب، در جامعه غربی که این رو شعار میدن که آی چرا اسلام این گونه گفته و این گونه گفته، و پیش خود قوانینی به هر حال وضع کردن که زن هم حق طلاق داره. خیلی راحت زندگی ها از هم میپاشه. طلاق در میان آنها، آمار طلاق خیلی بالاتر از آمار طلاق است که در میان مسلمان هاست. یعنی مسلمان ها، یک مسلمان خیلی به ندرت در کشورهای اسلامی اتفاق میفته که شوهر زنش رو طلاق بده. اگرچه در این وضع و حالی که امروز ما قرار داریم به خاطر دوری از اسلام متاسفانه مسئله طلاق در کشورهای اسلامی هم آهسته آهسته داره میره بالا. و امروز این هم نتیجه شدی باشه جناب استاد که امروز غرب کار میکنه، امروز مخالفین اسلام کار میکنن، امروز از طریق رسانه های مختلف فرهنگ طلاق دادن و فرهنگ جدایی زن از شوهر و شوهر از زن امروز ترویج میتن. یعنی میگن طلاق دادن، جدایی، تو را رایت مرا رایم، و اینکه تو مسیر خودت بپیما ما مسیر خودم میپیماییم، هیچ مشکلی نیست. وقت این هم در نتیجه فرهنگی است که از طریق رسانه های غرب یا وابسته به غرب مطرح میشه و در نتیجه همین فعالیت های این رسانه هاست که امروز آمار طلاق در برخی البته از کشورهای اسلامی یعنی بالا رفته حقیقتا. ولی با آن هم در کشورهای غربی میبینین یا بحث آمار ازدواج آمده پایین به خاطر ترس از مسئله طلاق. یک نفر مثلا یک شرکت داره، مجبوره که زن خود را نصف مال حداقل بده برای زن بده، از جهت دیگر جرأت نمیکنه ازدواج کنه. به محض اینکه ازدواج کنه زن از او خوشش نیاد طلاق میده، مرد طلاق میده و خیلی راحت وقتی طلاق داد نصف مال هم میگیره، نصف شرکت هم میگیره و زندگی هم از هم میپاشه. به این واسطه میگه یک ارتباط نامشروعی با این داشته باشم ولی نمیخوایم با این ازدواج کنم. چرا؟ چون که این فردا من رو طلاق میده و خیلی راحت، یعنی از یکی دیگه خوشش آمد از من میگیره، از یکی دیگه خوشش آمد. حالا توهین من به زنهای مسلمان یا به زنها نمی کنم که خدای نکرده بگم اینها هر دم خیالند، هر دم به فکر یکی هستن، ولی خیلی راحت گفتیم زنها چون عاطفی ان زیر تأثیر میدن زود. این خاصیت زنهاست، خود زنها بهتر از من میدانند. خیلی راحت یعنی زیر تأثیر میرن و خیلی راحت هم تصمیم میگیرن و شوهر بدبخت میشه، بیچاره میشه، تمام مال و تمام ثروت و دارایی که داشته همه از بین میره. مسئله به هر حال مهریه و تمام این مسائلی هم که پرداخته همه برباد میره، هیچی برای این شوهر نمیمونه. و امروز واقعا قسمی که شما استاد اشاره کردین، اگر بیایم یک مقایسه و یک مقارنه بین آمار طلاق در کشورهای اسلامی و در کشورهای غربی بکنیم، بدون شک در کشورهای غربی امروز آمار طلاق به شکل سرسام‌آور است و حتی در کشورهای اسلامی که امروز رسانه های غربی و رسانه های غیر اسلامی فعالیت دارند و سیکولرها دارند، در اونجا فرهنگ غیر اسلامی را ترویج میتن، در اونجا آمار طلاق بالا رفته و یکی از شواهدش میبینیم ما شما در روستاها، در خارج از شهرها اصلا آمار طلاق یعنی زیر صفر است. اما متاسفانه در شهرها
که امروز در نتیجه چون که اما قسمی که اشاره کردید در نتیجه فعالیت‌های رسانه‌های غربی و در نتیجه اختلاط با بعض سیکولرها امروز آمار طلاق در شهرها بیشتر است حقیقتا. و حتی در بعضی از خانواده ها جناب استاد، در بعضی از مناطق، در بعضی از خانواده ها مسئله طلاق بسیار مسئله مهم و مسئله خطرناک پنداشته میشه در میان مسلمان ها. یعنی بحث طلاق وقتی مطرح میشه مثل اینه که حتی بعضی از خانواده ها حاضرن دخترشان را، خب اگرچه این عمل غیر اسلامی است، غیر اسلامی، غیر خلاف دستور قرآنی است، حتی حاضرن دخترشان را بکشن ولی این ننگ را با خودشان نکشن، ننگ طلاق را. یعنی این قدر برایشان بد میخوره که من چرا دخترم چرا طلاق بگیری یا پسرم چرا زنش را طلاق بده. حالا به هر حال و این هم جناب استاد نقطه خیلی مهمی است که امروز متاسفانه وقت ادامه زندگی بین زن و شوهر در به بنبست میرسه، راه حل وجود نداره، قسمی که شما اشاره کردین، و پدر و مادر یا والدین یا در بین امو قبیله و قوم و روستا یا شهری که اینا هستن مسئله طلاق خیلی ننگ است و آرست. این هم یکی از مشکلات عمده است که امروز متاسفانه بعضی زنها در بند و در اسارت برخی از مردها قرار دارند. و آیا این سوال دیگه بود که جناب استاد میخواستم بکنم، آیا برای زن راهی وجود داره اگر در صورتی که مورد ستم واقع شود، در صورتی که ادامه زندگی با شوهر با مرد به بنبست برسه و راه حل وجود نداشته باشه، آیا میتونه زن طلاق بگیره یا طلب طلاق بکنه یا درخواست طلاق بکنه؟ در این مسئله جناب استاد اسلام آمده راه حل برای این موضوع مطرح کرده. به این معنا که البته شرایط خاصی دارد که زن در چی شرایطی میتونه که تقاضای طلاق بکنه. مثلا در مسئله ای که از دین به هر حال دیندار درست نیه، از دینی خوشش نمیآید، یا حتی از خلق و از اخلاق او خوشی نمیآید. مثلا ما داریم روایتی که یکی از زنان صحابه آمد در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله من از دین او شکایتی ندارم ولی دوست ندارم که با این زندگی بکنم، دوست ندارم، خوشم نمیآید از این، از خلقش خوشم نمیآید، دوست ندارم زندگی بکنم با این. رسول الله علیه و سلام گفتن که باغی که از او گرفتی باغ پس دوباره تحویل بدی برای مرد. بعد این باغی که به نام این زن بود و به عنوان مهریه برایش داده بود آن را پس داد برای زن و رسول الله علیه و سلام اون صحابی را دستور دادن که زنت را طلاق بدی. خیلی راحت زنش را طلاق داد. زن نخواست که با این زندگی بکنه، مسئله خلقش خوشش نیامد، مسئله دینش به هر حال خوشش نیامد، یا حتی در مسائلی که شوهر، علما فقها در این مورد مفصل توضیح دادن، به عنوان مثال شوهر نمیتونه نفقه زن بپردازه، در نفقه زن میمانه، زن میتونه که در نزد قاضی بره و تقاضای طلاق بکنه، در نزد حاکم بره تقاضای طلاق بکنه، بگه من نمیخوام دیگه با این شوهر ادامه زندگی بدم، این بیکاره است، نمیتونه که به هر حال درآمد و خرج مرا درست برای من تأمین بکنه و برای من بده. البته این هم به هر حال مسائلی داره که زن خوبه که در بعضی از مسائل با شوهر خود در به هر حال در خوبی و بدی با او بسازه. این توصیه ما برای زنان مسلمان است. اما در کنار توصیه‌تون باید این نکته هم برخی متوجه شوند که طلاق ابغض الحلال است، یعنی حلال است. خداوند بر از اینکه خدا نخواسته این زندگی دو طرف تلخ شوه و ادامه زندگی ناممکن شوه، یگانه راه حل طلاق است. بعد جناب استاد در بعضی از این مسائلی که ما عرض کردیم یا مسائل دیگری هم داره، شروط دیگری هم داره، مراحل دیگری هم داره، زن میتونه که بره در نزد قاضی و تقاضای طلاق بکنه که این مسئله خلع میگن در اصطلاح شرعی و در اصطلاح فقهی، در فقه اسلامی مشهوره و در قرآن کریم هم آمده، مانند صحابیه که شما اشاره کردید. حتی در قرآن کریم آمده، در قرآن کریم آمده الله سبحانه و تعالی میگه اگر شما نمیتونستین که ادامه زندگی بدین، زن یک چیزی را به عنوان مالی را
البته در رضایت جانبین باید باشه. در رضایت جانبین یعنی زن و مرد با هم دیگر در یک چیزی، در یک مسئله توافق میکنن، بعد زن چیزی را برای مرد میپردازه به خاطری که اون نقص کرده، نقصی را حالا در مال ای آمده، مهر داده، قبلا نفقه داده. حالا اگر قرار باشه که زن بیه همین ترتیب به هر حال بگه که خلاص ما طلاق میخوایم بدون اینکه مالی را بپردازه، بدون اینکه به هر حال جریمه ای را بپردازه، خب باز این لجام گسیختگی در جامعه به وجود میاد و مرد بیچاره بدبخت میشه و بر او ظلم میشه. بنابراین شریعت اسلامی چیزی به نام خلع قرار داده که مرد تقاضا از طرف زنه، تقاضا از طرف زنه. و حتی در این مورد که آیا این خلع فسخ یا طلاق، در میان علما اختلافه که حتی اگر شوهر راضی هم نشه، حاکم اسلامی و قاضی میتونه که به زور و اجبار بر سر مرد بر حال طلاق بگیره یا نکاح را فسخ بکنه. تشکر جناب استاد عبدالرحمن فاتح که باز هم در این برنامه سلسله برنامه‌های بازسازی اندیشه با ما بودین و وقتی برنامه به پایان رسید. از شما جهان سپاس و امتنان دارم و همچنین از بیننده‌های عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودن و در ارتباط به چند شبهه اینکه چرا شهادت یک مرد برابر به 2 زن است و یا اینکه چرا زنها ناقصات عقل و دین خوانده شدن و اینکه چرا طلاق در اختیار مردها قرار داده شده، پاسخهای در ارتباط و این شبه ها مطرح شد. امیدوار هستیم که شبهاتی که در ذهن بعضی ها خطور میکرد رفع و برطرف شده باشه. تا دیدار آینده و برنامه دیگر همه شما عزیزان را به پناه یکتای بی همتا می سپارم. خدایار نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جزاکم الله.